خب حاج آقا بفرمایید که علت شکایتتون از این آقا چیه؟ بس که اذیت میکنه آقا، بس که مردم آزاری میکنه، آسایش واسه بنده نذاشته. اوش بابا چیکار کردیم مگه؟ چه جوش میاری تو؟ بفرمایید این نحوه صحبت کردن با یک روحانیه، انگار داره با گاوش صحبت میکنه. بر نسبت گاو تیپش بزبز قندیه، واسه ما تریپ گاو اسپانیایی رو برداشته بزغاله. آقا من برای این مفسد فی‌الارض تقاضای اشد مجازات رو دارم. این نرقول یه ترقه بلا نسبت اندازه کله شما انداخته تو منزل بنده. خودم که تا آستانه قالب تویی کردن رفتم آقا، منزلمون پر شد دود، چشم آقای قاضی بی ربط میگه هفته 7 روزه 6 روزش خودش به علما دود در نره. چطور تو اون دوده چشاشون همدیگه رو میدید، تو این دوده نمیبینه؟ من بودم چشم بودم به قلقلی داشتم میگفتم. آها یعنی دارید میگید اون دوده واسه قلقل سماور بوده؟ خب بله، خب ممکنه، اما آقای قاضی شما فکر بد نکنید ها. یه دوره همی فقهی ما با علما داریم رو سیره امام کار میکنیم، 2 تا انقدی میزنیم تا بتونیم شب بیدار بمونیم. اما مگه صدای آهنگ‌های مبتذل و اون آلات و اصوات موسیقی لهو و لعبی این جماعت فریب خورده میذاره؟ آقای قاضی قبل تو ما ولومشو میدیم درسته، اما یه آب دوزک به علما تصویرشو میده فول اچ‌دی. با آیات اوزام 1-2 میتکون میده. بیا و ببین آدم اسد میره جسد میاد. من خراب اون تیکه 2 نفرت با آقای شجونی هم که میری میای. آقای قاضی فیلمش هست رو موبایلم اجازه بده روشن کنم. چی رو روشن کنی آقا جون؟ همه چی روشنه آقا، همه جا روشنه. آقای قاضی سوء تعبیر نشه، میلاد با سعادت حضرت امام بود. خلاصه ما علما هم حق داریم دیگه، مگه حق نداریم شادی کنیم؟ بابا شما که خودتون از اهالی ایمانید، حالا ایشون هم جوونن، آهنگاشون مجازه. منظور بنده آلودگی صوتی بود. حالا بندم بحثم این نیست که اشد مجازاتش کنید، اما یه مدت باید بره آب خونک بخوره یا نه، آدم بشه یا نه. عجب گیری کردیم ما. لعنت بر شیطون، لعنت بر خودت، لعنت بر جد و آبادت. آخه شیطون کجا عقلش به کارایی که تو میکنی میرسه؟ آقای قاضی شما بگو. آقای قاضی فریب اظهارات این عامل بیگانه رو نخورید. ایشون سرشبکه نفوذ باندی از اراذل و اوباشو تو خونهشون سازماندهی کرده. من فقط اسامی همنشینای ایشونو برای شما بگم. آدم تنش مثل بید میلرزه، همینجوری بید میلرزه. آقا قاسم مربع، احمد چهارکله، شهرام شلمان، سیروس ابلیس، فرهاد مگنوم و قس علازاله. کم گفتی حسن خراب، میتی درویش، ناصر هیولا. اما حالا که نوبت منه بذار منم بگم. خب بذار ما هم اسامی رفیق فابای حاج آقا رو بگیم. بگیم. والا آقای قاضی شما که شاهد امرید، رفقای ما همه آیات اعظام و شخصیت‌های اشبه به امامن. بله ایشون که راست میگه. اجازه بدید منم اسامی رو بگم. بابک زنجانی، بیژن زنگنه، محمد رضا رحیمی، خاوری، شهرام جزایری، میتی هاشمی، آسر مشتاق. نه آقای قاضی ایشون نمیذاره کلام بنده منعقد بشه. بنده داشتم میگفتم آقای قاسم مربع و احمد چهارکله عزیز از دوستان گرمابه و گلستان ما هستند. جوانان بسیار چشم‌پاکی که از دیوار صدا میشنوی، از اینها صدا نمیشنوی. آقای سیروس ابلیس که اصلا من خودم ارادت دارم خدمتشون، از اسمشون هم مشخصه که به چه درجاتی از تنزه رسیدن. من الان با توجه به شناختی که از ایشون پیدا کردم در همین دقایق شکایتم رو پس. نه آقای قاضی کلام ما هم هنوز منعقد نشده. داشتم میگفتم بحث گرمابه و گلستان و چشم‌پاکی اومد وسط. اجازه بدید بنده هم بگم که بنده عرض کردم هیچ شکایتی ندارم. عجب داستانی. اگه ایشون مایل باشن صندوق قرض الحسنه علما هست، ما هم در خدمتشونیم. امشب شام تشریف بیارن منزل ما، اعتکافی داریم. خلاص ببین مرتی که عزگل، من از اونایی که تو فکر میکنی نیستم. حالیت همچین میزنم اینجا پوست و دنبک میکنم. ای آقای قاضی دستم به دامنت، الان امنیت روحانیت در خطره. ایشون بنده رو تهدید به خشونت دارن میکنن.
آقای قاضی من نمیفهمم این مزخرفاتو از کجاش در میاره. بنده کلا با خشونت مخالفم، اما پس گردنی زدن به مارمونکای نسناسی مثل این خشونت نیست، عین اون تربیت کردنه. باور نمیکنی تو اله آقا قاضی شما خودتون نکته دارین؟ اله وایزاد